خیلی خوشحالیم که دوباره اینجاییم با یه دونه ویدیوی دیگه. عزیزم یه آهنگ جالب دیگه از حدس بزن. کی اسمشو فکر نمی‌کنم بتونی حدس بزنی. چرا؟ چی؟ بگو. افضل شو. آفرین. آره دقیقاً. حال کردی. یه آهنگ دیگه از افضل شو آوردیم. دنیا عجب دنیایی. آره عجب دنیایی یکی از اون آهنگای تاثیرگذاری که همه دیدن و انگار خیلی باحاله. میدونی کلا مثل اون دفعه قبلی بود که داشتیم آهنگشو میرفتیم. کدوم آهنگش بود؟ همین که راجع به تاجیکستان و سمرقند و بخارا بود. عجب دنیایی. بریم که این ویدیو رو با هم ببینیم. توی فضای مجازی اگه دقت کرده باشید سفر رئیس جمهور ایران به تاجیکستان رو من دیدم، خیلی جالب بود. بعد اصلا اونی که رفته بود اصلا جالب نبود برام. اون حرفای رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف خیلی خوب، اصلا داشت همش داشت راجع به فرهنگ و تمدن آریایی صحبت میکرد. واقعا خیلی خفن بود. حتما اون یه ویدیو میخوام راجبش بسازم و با هم بشینیم ببینیم این ویدیو رو توی همون نشست و اومدن پزشکیان به تاجیکستان و اینا هم هست. حتما اونم میذارم ببینید. بریم سراغ افضل شو. بذار من خودم آماده کنم چون قرار رو تمرکز کنم ببینم چی میگه. خیلی بابا بذار من اول اینو بگم. خیلی سبک آهنگا نزدیک به همه، میدونی مثلا موزیکش الان یه خورده ترکی توشه، ریتم ترکی توشه. خیلی جالب. بعد حالا ترکی نزدیک به عربی هم هست. برو ببینم. این بیشتر شبیه عربیه ولی من اینو تو ازبکستانی ها حس می‌کردم. آره خب اونم هست. آره میکس. اما اینم عربی هست، میتونه عربی هم باشه. آره. ولی خب ترکی بیشتر اینا یه آشناهاشون هم رفیقم با هم یکی هستن. اون چه دوربینم نگاه کنه. آفرین. شبیه ایرانی ها هستن. یکی بیچاره بود تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا. عجب دنیاست این دنیا. یکی تو سرما، یکی تو دشت، یکی عجب دنیا. خیلی راست فکت. چه بک‌گراندی دارن. فکت واقعا. یکی چون ماهی در شست، یکی بی پول یکی پول مست. یکی بی پول یکی پول مست. خیلی باحال بود. یکی بی پا یکی بی دست. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. خیلی ساده و شیوا داره میگه. اصلا دنیا واقعا منم این دنیا رو بعضی موقع درک نمی‌کنم. خیلی تناقض توشه. گیتار لیگیز آره. کلا تکنولوژی و سنت قاطی شده با هم صفا. ببین سالنش مثل این همایش‌طوری هاست. مثل یه سری از خواننده های ایرانی هم اینطوری برگزار میکنن. میدونی چی میگم؟ ولی خب اجازه نمیدن اینجوری برگزار بکنن. مثل این حرفای میهن پرستی. اینجا میهن آفرین خواستم بگم متاسفانه اصلا نمیشه. خیلی بده به خاطر همین. حالا بعدا یه موضوعاتی هست که در ادامه بهتون میگم. یکی از آدمی دور است، زی ثروت مست و مغرور است، و فکرش از خدا زور است. عجب دنیا. فهمیدم چی گفت. میگه یکی انقدر دنبال قدرت و داستانه، خب اصلا انسانیت رو یادش رفته. درسته؟ خیلی واضحه. دقیقاً الان هم خیلی آدم ها هستن که اینجوری هممون هم میشناسیم. بعد میگه اصلا خدا رو هم بنده نیست این طرف. اصلا میگه از به خدا هم زور میخواد بگیره. آره. واقعا انسان ها باگن. کلا وجودشون توی زمین باگه. خراب کرده همه چیو. از این دنیا یکی در قید زندان است، زی اعمالش پشیمان
پشیمان است. چی گفت؟ نفهمیدم اینطوریه بود. راجب اعمال what the داشت. fuck رفتیم آهنگ بعدی بچه همین دنیا در حقیقت عجب دنیاست. نه عجب دنیاست. یکی در قید زندان است، زی اعمالش پشیمان است، دلش لبریزی ارمان است. عجب دنیاست. دلش لبریز چی است؟ نفهمیدم. اون که تو زندانه دلش لبریز چیه؟ قید زندان است، زی اعمالش پشیمان است، دلش لبریزی ارمان است. ارمان؟ نفهمیدم این کلمه رو. اینجا رو حتما کامنت کنید. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیا. فرمان است. فرمان میتونه باشه چون تو زندانه. حالا شاید چرا نمیشنم این چی میگه ولی فرمان بهش است این دنیا. از لحاظ صورت و میمیگه صورت شبیه عضو قطعا اینو ببین. این خیلی این سوال برام این جنگ کی به وجود اومده و اینو همش یه سوالاتیه تو ذهن منه، مخصوصا اینکه خودم ایرانی هم دیگه بالاخره خیلی من دقیقاً حس خوبی نسبت به کشور تاجیکستان دارم. آره خیلی مثبتی. آره و میخوام بدونم اینا رو. حالا بعدا ان شاءالله بتونیم یه هماهنگ بکنیم با یکی از شماها که کامل این برنامه رو ببینیم چی بوده اصلا چی شد. یکی از بچه بیزار است، یکی از بچه بیزار است، یکی بر ناخونش زار است. ها؟ و یادی بچه بیمار است. یکی از چی؟ یکی از بچه بیزار است، یکی زیر ناخونش زالو میذارد. دوباره نه ببین فکر کنم یه کاری مثلا انجام بدن که بخوام بچه دار بشن، یه چیزی رو ناخون میذارن شاید. چون نه عجب دنیا بر ناخونش زار است و یادی بچه بیمار است. شاید مثلا یه چیزیه، یه مثال و ضرب المثلیه که میگن مثلا طرف بچه دار نمیشه، چون وقت ببین داره تناقضاشو میگه دیگه، میگه یکی از بچه بیزاره یکی تو کف بچه است مثال، این میشه اونو باید بگه دیگه، معنیش باید اینو برسونه. عجب دنیاست این دنیا. عصبی. یکی دور از وطن باشد، چو دور از چمن باشد، چو جانی دور زیدن باشد. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیایه واقعا. من هر چیش میرم جده. آره ببین هم یه زیبایی های جالبی داره، همین که ببین اصلا نمیتونم تصور کنم قیافه ها، زبون، اینا مرز به مرز داره میچرخه. میدونی چی بهت میگم؟ ادامه پیدا میکنه بعد ترکیب میشه. الان مثلا ما با تاجیکستان قبلا یک کشور بودیم، الان اینجا قیافه ها با اونجا فرق میکنه. مثلا چشم و ابرو و اینا خیلی فرق میکنه. خیلی جالبه برام. همه انسان ها چون همه به هم بستن. چی شده؟ دارم اینطوری میکنه. یکی در کودکی میرد، یکی از گوشنگی میرد، زی جبری زندگی میرد. عجب دنیاست این دنیا. یکی به دین و ایمان. آها داشت میگفت یکی به دین ایمان است و خدمتگاری شیطان است و ای آزاری انسان است. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. تهش عجب این دنیا.
ببین دف مثلا اونا هم دف دارن ولی خب دفشون اگه دقت کنی یه سبک دیگه است، یه جور دیگه است، قیافشون سنتوره؟ کدوم؟ آره بغلیش این؟ آره ولی داره با انگشت میزنه. خب اون یه چیزایی تو انگشت میذارن دیگه. نه این نمیدونم اسمشو نمیدونم ولی خانواده چنگ باید باشه. چنگ؟ چون با دست میزنه شبیه سنتور. یه اسم خاصی داره قطعا نمیدونم چیه اسمش ولی با دست میزنه. خیلی جالبه. یکی از ایش دیوانه ای میانی مردم افسانه یکی به کوی و به خانه ای عجب دنیاست این دنیا. یکی بی کوی و بی خانه، این یه جمله آشناه توی گوش ما. همشون هم حجاب دارن. آره دیگه همشون هم حجاب دارن. آره یکی فکری کفن دارن یکی یادی وطن دارن. نفهمیدم اینجاش چی گفت. این آرشی زنگ زد. یکی فکری کفن دارن یکی یادی وطن دارن. عجب دنیاست این دنیا. آره همه آدم با عجب دنیا. منظورش یکی به فکر کفنه یکی هم به فکر وطنه. آفرین. من به فکر وطن دوست دارم باشم آره تا فکر کفن. قطعا وطن، چون کفن که دیگه همه میش میرسن تهش، ولی وطن با دستای تو ساخته میشه برای آیندگان. همون داستان چیز دیگه، میمیری زنده میشی میمیری زنده میشی، هی دست به دست باید درست برسونش به اون جایی که باید برسه. ولی ما این کاره پلتفرم اصلا همه رد میده یو. عجب دنیا. منظورم اینه که رد میده، نه اینکه دیوونه باشه. این دنیا عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیا. حسو ببین عجب دنیاست این دنیا. آره واقعا. خب خیلی واقعا خفن بود، عالی بود به نظر من. و از لحاظ محتوایی میگم مثلا خیلی چیزا رو واقعا درست و جالب و خیلی ساده بیان کرد به نظر من. نظر تو چی بود عزیزم؟ من خوشم میاد از افضل شو. خیلی تمیز خیلی وایبش مثبته. آفرین. حسش هم خوبه مثلا. آره. حسشو خوب میرسونه، حالا هر جوری که میتونه. شاید خیلی ازش ایراد بگیرن مثلا چرا تحریراش ایراد داره، ولی اون حرسشو داره بهت نشون میده. مثلا میدونی حماسی خوندن اینجوری دیگه، خیلی‌ها اینطوری میخونن حماسیو. به نظر من خیلی خفن بود، واقعا عالی بود. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. حتما یادتون نره که چنل ما رو سابسکرایب کنید و ما رو از کامنت های زیباتونم محروم نکنید. خیلی دوستتون داریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.